سمت راست میریم دوباره برمیگردیم. بچه‌های گل، صبح برفی دون بخیر. امروز اومدیم بندر کیاشر برفی. ما از آستان حرکت کردیم برف میزد، وسطای راه برف وایساد. این یه ولاگ رانندگی تا بندر کیاشر بگیریم تو برف. جاده و یه رانندگی تو آستانه و یه جاده رو هم گرفتیم که اونا رو جدا قرار شد بذاریم، اینم جدا که دوستان راحت‌تر ببینن. الان اومدیم بندر کیاشر که یه ولاگ رانندگی هوای برفی بگیریم. دوستان لذت ببرن. مستقیم میره پل چوبی، سمت چپ پارک بوجا و دست راست هم که میره به سمت دستک و چاف و رنگیرو. بندر کیاشر جزء تو سمت راست میریم دوباره برمیگردیم به چپ. بندر کیاشر جزء آستانه اشرفیه. قدیم اسمش بندر فرهناز بود که الان بهش میگم بندر کیاشر. بندری نمونده، الان من جمع کردم. شهرهای لایجان و اینا زیاد برف نزد، اصلا برف نزد زیاد، روستاها زد ولی خود شهرش هیچی نزد. صبح بلند شدیم دیدیم دوستان استوری گذاشتن اینجا، گفتیم یک کیاشر برفی هم برای دوستان بگیریم، دوستان خارج، کیاشرهای عزیز، براشون هم یادگار بمونه هم ببینن. امروز 6 بهمنه، چرا من بهمن میگم، 6 اسفند 1403 دوشنبه است. ساعت حدود 1 رو به 11 20 دقیقه به 11 41 دقیقه است. تو راه داشتیم می اومدیم لودرها رو زیاد دیدیم، مال ستاد بحران بودن، از شهرهای دیگه داشتن می اومدن کمک. خدا رو شکر یه خورده سرین غافلگیر نشد. حد هشدار زیاد دادم ولی حد هشدار نیومد برف. خدا رو شکر. حال زیاد بیاد مطمئنم خسارت میزنه، اینقدر باعث شادی بشه. بندر کیاشر در همسایگی چاف لنگرود، آستانه اشرفیه و از این بر زیبا کنار رشت. اینجا رو ما دور میزنیم بریم داخل شهر بریم. فرصت شد بریم پل چوبی هم براتون میگیریم. آدم برفی هم میبینیم ماشاءالله، هنرمندم کیاشری. قبلا ولاگ پل چوبی بازار چهارشنبه بازارشو کانال گذاشتم، بازار قدم زدن تو حال هوای بارونی، بازار ماهی فروشان، اینا تو پلیلیست شهر کیاشهر ما هست. دوست داشتین علاقه داشتین نگاه کنید. رانندگی به زیبا کنار، رانندگی تو هوای خوب آستانه اشرفیه. دوست داشتین تو پلیلیست هست. گوش آرومتر بریم.
برفی حداقل راهنما بزنین ماشینا سار نخورن بهتون نزنن. شهر قشنگیه این پارک بوجاق، پارکای قشنگی ما خوندم خاورمیانه، حالا بگیم ایران. گونه‌های پرنده نادری داره، اسبای وحشی، کلا حالتش هم قشنگه، هم خشکیه هم دریاه. سرچ کنین دوستان، مستند ساختن، اصلا مستند دلیشات اینا همه رو دیدم، واقعا قشنگه. این میدون اصلیشه اشتباه نکنم، تابلو زده مرکز شهر. میدونش فلسطین. بلمی سر یه دونه لایک بکن، هیچ جا نره من بمیرم. مردم میشه اسم این چیزو میگفتن، من پرسیدم بازار ماهی فروشان این یکم جلوتره، دست راسته. دست راست هم میبینی این چیزی که یادمه، بازار ماهی فروشانش اونجاست. یه ورودی هم از جلوتر هم داره. مشخص باشه برایت کجا پارکه، دقیقا همین وقت از این سمت هم من اون بلاک هست. ماشین سر میخوره متوجه میشه. یا ماشین زدم به هم. من تابلوی چی ندیدم، اسم خیابون رو نمیدونم. میریم دور میزنیم. اینجا رستوران شیلات بود، دوستان اومدن اینجا زنبورون خوردن، هم تعریف میکردن. خودم زنبورون کباب دوست ندارم. دوستان مشغولن دارن لودر میزنن. روستای دستک بازار ماهیش ولاگشو گذاشتم تو کانال هست، خیلی بازار جالبیه، دوستاش نگاه کنید. کانال گذاشتم اینجا اداره برق، کارمندا رو جمع کنید. 10 ثانیه
برف زده، چیزی که من چشمی میبینم. اشتباه نکنم. جاده رو ما برمیگردیم میریم به سمت انزلی، یعنی بلاک برفی انزلی هم بگیریم اگه جاده مناسب بود و تا آخر رفتیم. میدون رو ما دور بزنیم برمیگردیم. داشت ویدیو رو قطع کردم، ویدیو البته طولانی میشه. ویدیو رو قطع کردم، از چیز شروع کردم. دانش آموز درس میکنه. اینجا قطع میکنم، ادامهشو از تو کمربندی میذاریم قشنگ بشه. همون جاده چیز شروع میشه، ولاگ اونور میخوام شروع کنم، دیگه بهش اضافه میکنم. دوست داشتین میتونین اونجا رو جدا ببینید، جاده کیاشر به رشت. کیاشر به انزلی و رشت. دارم برف‌بازی میکنم بگیرید. ماشاءالله. حالا همیشه شاد بزن. بزن. سمت چپ هم میریم، یه دوری میزنیم سمت پل چوبی. راه چون من چکمه نپوشیدم، خوب بود. یه پل چوبی هم تیکش براتون میگیرم. حمله شده. سر میکنه.
خواستیم بازار هفتگی بریم روزای تعطیل نریم. تجربه و توصیه ماست. این بار اومدیم چهارشنبه بازار کیاشهر. هوا چیز هوا گرم بود، هشدار داده بودن یا بیرون نریم. خیلی خلوت. الان من جاده رو اومدم، مسیر رو اومدیم تا اینجا. ولاگش هم هست تو کانال. اولین بازار ولاگی گرفتیم، حالمون گرفته شد. اینم خریدار اومده بود نه فروشنده. یه بازار خیلی یه بار دیگه هم شده بود که دو سه روز بعد عاشورا سوم بود، سوم امام میگن. اونم رفتیم خشک بیجار، ولاگ اونم هست. اونم خبری نبود. اصلا تک تو کردن. حال آدم گرفته میشه، اونجوری فروشنده نیست. بازار هیجان داشته باشه، خریدار نیست. حال هم گرفته میشه. همین اگه خواستین شهر خاصی بریم برای بازارگردی و اینا، روز تعطیل یا مثلا پشتار اینا نگاه کنین نباشه. میریم اونجا خبر نیست، حالتون گرفته میشه. مسیر طولانی میه، حالش هم نمیشه. اول تجربه بازارگردی ما تو این 2 سال. مازندران یادم برعکس بود. تعطیل مردم بیشتر می آمدن. بازار هیجان شده. تو گیلان اینجوری برعکس. نمیدونم چرا. البته علتش هم چیز بود، میگم میدون بارا چون بار نمیارن این میوه فروشا نمیاد. خب این کاسبای دیگه چرا نمیاد؟ این بولوار هم من متوجه نشدم. نمیدونم چرا تابلو نداره اینجاش. من عادت ندارم گوشی نگاه کنم براتون بخونم. بولوار به ساحل میخوره، این بولوار ساحلی شده باشه. یه پارک جنگلی قشنگ این کنار هست. میشه پارک جنگلی، اسم نداره. اینجا شده اسم نداره. ساعت 11 و 3 دقیقه است. امروز من هرچی تاریخ گفتم همه رو گفتم بهمن ماه. اسفند. تو بهمن موندیم. 5 دیگه. حالا هوای عید نمیاد ذهن آدم. بچه تر که بودیم ذوق و شوق داشتیم، مدرسه میرفتیم عید میاد لباس نو میخریم. یه ذوق و شوقی نمون. یعنی من که احساس نمیکنم، نه پارسال احساس کردیم نه پیار سال چند سال بزرگ شدیم احساس دیگه نمیکنم. احساس رفت، مثل قدیم نیست. شما مگه حس مشترکی چیزی داریم به ما بنویس. همدرد. قیافه مردم مشخصه حس چیه. سمتی پارک جنگلیه به نقل کاج انگار، سمت چپ ما. خیلی خوشگله، مثل پارک جنگلی ساحل گیسومه. ولاگش دیدین یا نه؟ کانال هست ولاگش. دقیقا درختاش مثل همون. مردم فکر کنم دارن میرن پل چوبی. من پیاده میشم یه تیکه پل چوبی هم براتون میگیرم. پل چوبی خیلی بزرگه، راستش تا آخر نمیشه. ساحل خیلی دوره. از اون پل تموم میشه تا ساحل کنم 700-800 متر یا یکم کمتر. یخ زده ABS ارور. پارکو بستم.
چون ورودی پل چوبیه، بریم یه چرخی بزنیم. حالا شاید ادامه‌شو اینقدر فعلا از پل گرفتم. راه طولانی هرکی ویدیو زیاد. همین باری که من اومدم این کشیه نبود. خوشگله، جالب. یه 7-8-10 سانتی فکر کنم برف زده. بعد دارم برف بازی هم میشه. چطوری؟ جاتون خالی. کیاشر جاغلان. هوا صاف شده دیگه، فکر نکنم برف بیاد. آبی اونورم پرنده کم کم داره سر میشه. اینم پل چوبی. شبا قشنگه، چراغاش روشن میشه. الان همه بلاگرو همه پیدا شد. دریا مواج صداش میاد. اینو باسازی رو رنگ کردن. آخرین باری من اومدم این وضعیتش نبود. قشنگ شد. کریم پایینش هم بگیریم براتون. دستکشم یادم را بیارم، خیلی سرد. یه کم کم همه کیاشری ها میان اینجا عکس بگیرن.
اینجا اسکای قایق هاست برای قایق سواری. خواستین قایق سواری کنی اینجا هست. اسکلو مشکن منظورش انزلیه. صدایی هم که میشنویم موج دریاست. دریا طوفانی انگار. خیلی راه وقت نمی کنم برام. اینجا تمامش میکنم. این حجم برف 8-10 سانت هست. افشین سعی کنید این دست رو طور کنید. 5 تا بچه جلوده که پیرم ببین نگاه کن. از پل چوبی داریم برمیگردیم. میخوایم بریم سمت زیباکنار و انزلی. اسم خیابون دست راست اسمش خیابون امام خمینی بود. دورم بولوار قاسم سلیمانی. اسم میدون من بازم متوجه نشدم. رای تاقا نیدم. سمت چپ که میره به سمت چاف و انگرود، چاف و چمخاله، راستم که اون داخل شهر اینا بود. هم بریم مستقیم که هم به سمت آستانه میره، از تو کربندی میریم به سمت انزلی و زیباکنار. جاتون خالی. من داشتم می اومدم تازه این کیاشهری‌ها داشتم میرفتم برای پل چوبی. حتی قاسم سلیمانی مثل اون دست چپ بود. این بولوار اسمش رو من ندیدم. اون بولوار دیدم اسم نوشته. لایک و کامنت و حمایت فراموش نشه. مستقیم میره آستانه که ما بلاگ آستانه رو هم گرفتیم به این سمت. الان میریم به سمت انزلی پارک بوجا. امیدوارم که لذت برده باشید. حمایت هم فراموش نشه. مرسی.
زیبایی اینجا رو فقط هلی شات می‌تونه نشون بده. خدا کنه یه پول دستون برسه هلی شات بگیریم. واقعا زیباست. جاتون خالی.